یادم وقتی 12 سالم بود اصلا دوست نداشتم از بابام پول بگیرم، واسه همین با مهر دستبند درست میکردم و میفروختم. وقتی 14 سالم شد فهمیدم خیلی‌ها دارن از اینستاگرام پول در میارن و واسه منی که دنبال درآمدزایی بودم یه فرصت خیلی خوب بود. اما من نه گوشی داشتم، نه اجازه نصب اینستاگرامو داشتم و نه حتی پول آموزش دیدن رو. ولی با گوشی بابام توی روبیکا پیج زدم و از خالم پول قرض گرفتم واسه آموزش و دیگه راه برگشتی نداشتم، چون باید اون پولو پس میدادم. تو سخت‌ترین شرایط ادامه دادم، حتی وقتی مسخرم میکردن و میگفتن این کارا الکیه، اما من ادامه دادم و این فاطمه الان رو ساختم. فاطمه‌ای که علاوه بر خودش دست هزاران نفر رو گرفت و به استقلال مالی رسون. فاطمه‌ای که درآمد یک روزش به اندازه درآمد کل فامیلاشه. فاطمه‌ای که هم ماشین میلیاردیشو خریده و هم الان تو سن 17 سالگی میخواد دفتر خودشو بزنه. ببین رفیق، دوره من مستقل که مسیر درآمدزایی خودم رو توش آموزش دادم، 23 اسفند ماه آخرین باریه که ثبت نامش باز میشه. اگه میخوای از آخرین فرصتت استفاده کنی و کمتر از 3 ماه به درآمد برسی، کافیه هایلایت ها و استوریای پیجم رو ببینی تا به این دوره ایمان بیاری. 23 اسفند ماه توی دوره میبینمت.